دوبله شده در استودیو جن. یعنی چی؟ دمیر وای خدایا. وسایلم. چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اون بی وجدان تو رو گذاشته اینجا گربه‌ها تو رو میخورن. دمیر در رو باز کن. دمیر در رو باز کن. دمیر ببین این خونه رو سرت خراب میکنم. تو همینجا بمون چیچی. یه بار دیگه به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی به ماهی من دست نمیزنی. این یک. در ضمن اینجا خونه منه. عوض کردن قفل که چیزی نیست. اگه در قلم نصب کنی من شاخ باز میشم، بازم میام تو. این دو. نه ساکت نمیشم. اصلا به هم اینجوری نگاه نکن. همه اینا تقصیر خودته. اگه در رو برون باز میکردی هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. ولم کن. وایسا دیگه وایسا. ولم کن دمیر، ولم کن. بذارم زمین، دیوونم نکن. گفتم ولم کن. پلیس خبر میکنم. پلیس کمک. چی کار داری میکنی ها؟ میگم ولم کن. اینجا دمیر گوش کن ببینم چی کار داری میکنی. دمیر در رو باز کن دیوونه. چی کار داری میکنی؟ ببین قسم میخورم بقیه پنجره ها میشکنم. نره میشکنی میدونم. دمیر در رو باز کن. ببین در رو باز کن. باز نکنی این درم میشکنم. گوش کن چی میگم. غذام داره پایین سرد میشه، چیزی که خیلی ازش مطمئنم. همینجا بی سر و صدا باش تا آروم بشی. منم میرم پایین با آرامش غذامو میخورم. فهمیدی؟ دمیر وای دمیر خواهش میکنم چیچیو بیار تو. گربه ها میخورنش لطفا. دمیر خب خدا رو شکر دیوونم از آب در اومد. خودم تیکه تیکت میکنم میکشمت. باز کن. دمیر
تو میتونی دختر بابا. خیلی هم بلند نیست. اگه بیفتی هم چیزی نمیشه. وای بوی غذاش همه جا پیچیده. کوفتت بشه. امیدوارم تو گلوت گیر کنه. الو مامان جون. لروکس دخترم یه سفره چیدم بیا و ببین. آی پیراشکی هم درست کردی؟ آره عزیز درست کردم. ترشی هم گذاشتم برا دختر قشنگه. خیلی گشنمه. تازه از سر کار برگشتم یه لقمه هم غذا نخوردم. کل روزو کار میکنیم بعدم که میایم خونه تو خونه حبسم میکنن. به خدا زشته اما من میدونم که چی کار کنم. لروکس دخترم گوش کن چی میگم. پسر خونواده شازمند از آلمان برگشته. وای نمیدونی چه خونواده خوبی هستن. یه سر بیا سمت ما تو رو ببینم. آی مامان آلمان چیه؟ شازمند کیه؟ جریان سینان تموم شد الان تو آلمان برام دنبال شوهری. دخترم فرنگ رفته است. 2 زبون بلده. خونه و کار و زندگی هم داره. حالا یه عیبی هم روی این. مامان جون ببین من نمیخوام ازدواج کنم. من اینجوری خیلی راحت ترم. چیزا حالیم نیست. تو استانبول دانشگاه قبول شدی فرستادیمت رفتی. فارغ التحصیل شدی گفتی میخوام کار کنم گفتیم باشه. گفتی مامان جون میخوام خونه بگیرم. پول بازنشستگی باباتو بهت دادیم. دخترم ما حق نداریم سر و سامون گرفتن تو رو ببینیم؟ یا هر چه زودتر تشکیل خونواده میدی یا برمیگردی همینجا با خودمون زندگی. آی سوپم سر رفت مامان جون. داشتم باهات حرف میزدم حواسم پرت شد. باید قطع کنم. میبوسمت. به بابا سلام برسون. به زودی میبینمت. صحبت میکنی. بهم زنگ بزن باشه. بوزه دیگه. لروکس دمیر من تو رو لروکس لروکس آخ شونم. لروکس از دست تو. لروکس وایسا تکونش رو سب کن. یه لحظه سب کن. دست نمیزنم فقط نگاه میکنم. دمیر به خدا چیزی نشده ولم کن. لروکس چرت نگو. نشونم بده چی شده. ای وای چیکار کنم؟ در رفته. خب خوب میشه. لروکس اون خود به خود خوب نمیشه. دمیر من خودم درستش میکنم. خواهش میکنم. لروکس گوش کن. کاری نمیکنم که دردت بیاد. اجازه بده فقط نگاش میکنم. بذار ببینم چی شده. قول میدم کاری نکنم. دمیر تو رو خدا دست نزن. ببین کاری نمیکنم دردت بیاد. لروکس چیزی نیست. لروکس خوبی باشه. دست چند روزی درد دارم اما بیا زود باش بریم بیمارستان. دمیر من بیمارستان نمیام. چی دیدی چه بلایی سرم اومد؟ ببین این دارو شل کننده عضله خیلی قویه. اگه مطمئنی بهش آلرژی نداری بخور. لروکس همیشه به خاطر لجبازیات تو درد سر میافتی. ببین اینجوری نمیشه. پاشو بریم بیمارستان. تازه شامم نخوردی. با معده خالی که نمیشه دارو. آره نخوردم. هنوز شام نخوردم. تقصیر توه.
از پشت بوم افتادم بازم تقصیر توه. شونم در رفته تقصیر توه. همینجوری پیش بریم قاتلم میشم که بازم تقصیر توه. هر کاری دوست داری بکن. لروکس وایسا. چی کار کردی لروکس؟ چند تا قرص خوردی؟ لروکس میگم چند تا قرص خوردی؟ ای خدا. آی کل شب نخوابیدم. یعنی یه لحظه طرفای صبح خوابیدم، خواب بابا جون رو دیدم. اینقدر از دستمون عصبانی بود که نگو. خیلی ناراحت شدم. باورت میشه؟ مشخص رنگ و روتم پریده. بعدش هرچی دستش میرسید پرت کرد سمت. این طرفی خم میشدم کتاب حقوق، اون ور خم میشدم کتاب اقتصاد، از اون ور پرت میشد طرفم برای که از شر این کتابای قطور نجات پیدا کنم. همش این ور اون ور میرفتم. وای حتی تو خوابم خواب کتاب میبینی لیلا. حالت خوبه؟ حداقل یه چیزی میدیدی که نجاتمون بده. دیدم فیروزه، دیدم. چی دیدی؟ نکنه بابا جون زیر ویلا شمش طلا قایم کرده؟ آره نه شاید شمش طلا نداشته باشه، اما ببین اینو داریم. اون چیه؟ دفتر شماره تلفن بابامونه. شماره همه دوستاش تو این دفتره. بهشون زنگ میزنیم ازشون کمک میخوایم. باشه زده به اون سرت لیلا. بابامون 20 ساله که مرده. اون وقت فکر میکنی که دوستاش هنوز زندن؟ نکنه میخوای از تو قبر درشون بیاری؟ اونا رو نمیگم که عزیزم، از بچه هاشون کمک میگیری. چای تو بخور که مغزت خسته است. میخواد از بچه هاشون کمک بگیره. مگه بچه هاشون ما رو میشناسن؟ این لباسا چیه دیگه؟ همه جای بدنم بوی ننه و پماد میده. مال اون شل کننده عضله است. دیشب از اون برات زدم و حوله گذاشتم روش. فهمیدم. چی؟ نه در این حد. چون بیهوش شده بودم به هم دست زدی؟ چرت و پرت نگو لروکس. انسانیت به خرج دادم برات پماد میدم. کلی هم داد و بیداد کردی، گفتی لباسم کثیف میشه. خودت اینو پیدا کردی پوشیدی. به علاوه بیهوشم نبودی. زود باش سوپتو بخور. دیشبم چیزی نخورد. چه پررویی. منو انداختی روی تخت رو قفل میکنی، بعدش هم به بهونه پماد زدن به هم دست میزنی. دنبال فرصت میگردی آره؟ لروکس سوپتو بخور، سرد میشه. چیزی که من ازش متنفرم. بازم حرف خودشو میزنه. تو دیوونه ای، کجا سر میکنی رفیق؟ دیشب که اصلا اعتراضی نداشتی رفیق. این یعنی چی؟ لروکس 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 پیتر کی؟ خوش اومدی. تو خوش اومدی. چطوری؟ حالت تعبا نداری؟ نمیدونی چقدر منتظرت بودم پیتر پن. پیتر پن؟ من دمیرم. هی اسم تو چیه؟ وندی. شوخی کردم. من اسمم لروکسه. یه لحظه چشمتو باز کن. چی کار میکنی لروکس؟ خوبی؟ ببین انگشت منو دنبال کن. باشه کافی. به نظر نمیرسه مشکلی داشته باشی. به نظر من این سر بریم بیمارستان بهتر. آی نه بیمارستان نه، خواهش میکنم اینجا باشی تو خونمون. ای بابا چرا از اون قرص شل کننده عضله دوتا خوردی؟ چند بار به هشدار دادم گفتم ولی گوش نکردی. مغزم یه عضله است دیگه. بیا به کل از کار افتاد. آی شونم خیلی درد میکنه پیتر. نه بابا من همچین چیزی نگفتم. مگه نه؟ چه ربطی داره به تو بگم پیتر پن؟ هنوز ادامه داره لروکس. ادامه داره؟ لروکس
یادته یه بار از دست کاپیتان کانچو فرار کردیم آره؟ اینقدر تکون نخور. تو شمشیرتو اینجا لروکس، باشه تو اینجوری شمشیرتو کشیدی گفتی مراقب خودت باش کانچو. اومدم شکم تمساها رو سیر کنم. لروکس یه لحظه آروم باش. بعدش هم تو صبح اینجوری رقصیدی. وای پیتر ما چقدر نرمه. لروکس یه لحظه دستتو تکون نده. بعدش کاپیتان کانچو جایی که قایم شده بود و پیدا کرد. ما هم دوباره فرار کردیم. من فرار نمی کنم. دماغشو میشکنم میندازمش جلوی تمساح. آی چرت نگو. خب اون قرصا یکم گیجی و خوابالودگی میاره دیگه، ولی حالت گیجی و خوابالودگی تو خیلی بده. نه من اینجوری نیستم. من همچین کاری نمی کنم. فکر نمی کنم این کارو کرده باشم. اگه من این کارو کرده بودم تو الان اینجوری آروم نمیموندی. فهمیدی؟ من این کارو نکردم اصلا. سوپت رو بخور لروکس. کله صبحی سوپ درست کردی؟ حداقل یه توست درست میکردی. اوه داغه. خب یکم نمک میریختی توش. دمیر شیشه رو چی کار کردی؟ درستش کردم. اوها اومدن شیشه رو عوض کردن. من چطوری بیدار نشدم؟ زحمت کشیدی با این سوپ درست کردنت. تو اون سوپ لیمو نمیریزم. دوبله شده در استودیو جن. خیلی آزونا. همون پسری که تو رو خیلی دوست داشت یادت میاد؟ کدومشون منو دوست نداشتن عزیزم. همشون دنبال من بدو میکردن. خدا میدونه اصلا یادم نمیاد. فکر کنم نگاش نکردم که یادم نمیاد. اصلا به ذهنم چیزی نمیرسه. ای واقعا که فیروزه. بابا باش چند بار اومدن دیدنمون یادت نمیاد؟ اسمش سین داشت. سرحاد بود مرحاد بود. ثروت. چی بود؟ ببین چی بود؟ نه به خاطر اینکه اسم شبیه اسم عمم بود یادم مونده. وای عمه ثروت عزیزم نور به قبرت بباره. یه زنگ ثروت بزن یکم باهاش خوشو بشکن. بعدش هم وضعیتمون رو براش تعریف کن. شاید کمکمون کنه. چه کمکی؟ شاید به همون پول قرض بده. ما پولی که از لروکس و دمیر گرفتیم و بهشون پس میدیم. اگه خدایی نکرده کار به دادگاه و اینا بکشه شاید میانجیگری کنه. راست میگی یا؟ خب سالهای ساله که ثروت رو ندیدم. خب فکر کنم باید رو در رو باهاش صحبت کنم که ببینه کیو از دست داده و پشیمون شه. معذرت خواهی کنه و به پاهام بیفته. کیو به کی ندادن؟ ولم کن. حالا چرا اینا رو به هم دیگه ربط میدی لیلا؟ گذشته ها گذشته. فقط بگو ببینم ثروتو چجوری پیدا کنم. آدم با پرسجو کعبرم میتونه پیدا کنه. آره خب راست ثروت میگی. پسر خیلی اوزون رو نمیتونی پیدا کنیم. ای خدا. ندیدم هیچی ندیدم. اصلا نگاه نکردم. تو ده شما در وجود نداره؟ ای بابا تو یادت رفته در رو قفل کنی. من مقصر شدم واقعا که. بعدش هم من از کجا بدونم تو اینجایی؟ صدای آب و اینا هم نمی اومد. به علاوه مگه من دلم میخواد تو رو اینجوری ببینم؟ چقدرم زشته واقعا. زشته؟ کار تو زشت نیست؟ الان که داری رسما نگاه میکنی. وای نه خیر نگاه نمی کنم. تو زاویه دید منی. اصلا هم معلوم نیست که چقدر ورزش میکنی. عضلاتت اینجوری زده بیرون. متشکرم ممنون. چیه دلت خواست؟ عزیزم این چیزا دیگه دموده شده. زنا دیگه دنبال عضله نیستن دنبال هوشن. میخوای چی کار کنی؟ ماموت شکار کنی باهاشون؟ اجازه میدی؟ بفرما. ببخشید دستم در رفته. یکم دردم اومد برای همین چیز کردم.
یه لحظه میشه بیا، چند دقیقه بیا. ساکیز ساکیز چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ با اجازت میرم سر کار. راستش رئیسم یکم بد اخلاقه، برم دیر نشه قر نزنه. نمیتونی سوار دو چرخه بشی، با ماشین میری. یه لباس درست حسابی هم بپوش. لباسم خیلی هم درست و حسابیه. این لباس حتی با تخفیفم گرونه. تو خودت بعد سلیقه من چی کار کنم؟ ضمناً چون تو رئیسمی نمیتونم بنابر سلیقه شما لباس بپوشم. خوابش رو ببینم. یه کت بپوش لراکس، کت. به خاطر شونت. آها باشه. خوش باشی ساکیز جون. دیر که نکردم نه؟ خیلی هم به موقع رسیدین آقا فرخ. بفرمایید. چی شده؟ چرا هممونو مجبور کردی بیایم اینجا؟ جلسه فوق محرمانه عملیات چیتا رو شروع میکنیم. لروکس چرا نه؟ لروکس با آقا دمیر رفتن جلسه. عملیات چیتا منتظر کسی نمیمونه. خب چی کار آقا میکنی؟ دمی رو جون دلب میکنیم، بعدم از شرکت دکش میکنیم. سرعت کارو میاریم. داریم سعی میکنیم شرکت رو از ورشکستگی نجات بدیم. فرخ پروژه های اونو بلاک میکنیم. وقتی ناموفق بشه میذاره میره. یا اینکه ما رو اخراج میکنه، کارمنده بهتری استخدام میکنه. آها، فکر اینجاشو نکرده بودم. یه کاری کنیم آلرژیش اوت کنه، تو شامپو بدنش مایع ظرفشویی بریزیم، غذاشو مسموم کنیم. چطوره فی؟ اوخی دیگه چیکار میتونی بکنی؟ درد سرسازترین مشتری شرکت رو میندازیم به جونش. تازه به دوران رسیده. خیلی هم بد سلیقه. ثبات کنه اعصاب خورد کن. برای این که آقا دمی رو از کار دل سرد کنیم کسی بهتر از اون پیدا نمی‌کنه. عالیه. دیریم خانوم و تعمیرات تموم نشدنیش. عزمیه. بلیتش آماده کن. قهوه و شیرینی هم همینطور. یه مسافر به مقصد ژاپن داریم. امیدوارم. فقط دمیر به این سادگی ها تسلیم نمیشه. دیریم سر 4 تا شوهر خورده. به معمار داخلی هم رحم نمیکنه. دیوونش تو میکنه. این دنیا عجب آدمای بد سلیقه‌ای وجود دارن داداش. عشق و عاشقی رو نمیشه بازجویی کرد. تا حالتو در میارم. حق با تو اوستا، ببخشید. پس من همین الان یه جلسه با دیریم خانم ترتیب میدم. عزمیه جون، این وسایل مصرفی این جعبه چیه؟ نمونه وسایل رسیده؟ یه مرحله دیگه از عملیات چیتا. سلاح مخفی توش داریم. واقعا توش چیه؟ که اینطور. تو تراس هم میشه 2 دقیقه بیای، مهمه. آی دمیر، میشه کوله رو بزنی؟ نمیشه. واقعا که دمیر قفل کودک رو میزنی؟ چی کار کنم؟ یه بچه تو ماشینه. دستشو بگیرم لختاش باز. وای دمای تو ماشین رسیده به 1000، کل بدنم عرق کرده. شونت باید گرم باشه. اگه باد بهش بخوره شب کلی نت میزنه. نمیتونم همیشه ازت پرستاری بکنم. تو رو خدا شیشه رو بده پایین، خواهش میکنم. واقعا ناله نمیکنم. شبم خونه نمیام، میرم خونه مروه. تو رو خدا یا پنجره رو باز کن یا کوله رو روشن کن. ببین میرم رو فرمون، باعث میشم تصادف کنی، ترافیک به وجود میاد، ماشین داغون میشه، هر دومونم میمیریم. چی شد؟ از ماشین پیاده شد. آی نه. آره. زود باش. من چیزی نیست واقعا.
خواهش میکنم دمیر، حالم خوبه. دکتر راجع به این موضوع نظر میده. پیاده شو. میتونین ماشین رو بدن. خب بابا دیر میرسیم سر کار. زود باش رابیو. بجون. عشقم اینطوری نکن دیگه. ما همدیگه رو خیلی دوست داریم. بعدش هم اگه این عملیات چیتا کارساز باشه آقا دمیر فردا پس فردا میره. ارزش داره به خاطرش جداشیم؟ دلیل جداییمون آقا دمیر نیست عزیزم، خودت تویی. دلیل جداییمون قوانین مسخره این یاروه. اما من میگم ما مجبور نیستیم به این قوانین عمل کنیم. منظورت چیه؟ شنیدی که اوستا محرم چی گفت؟ آقا دمیر بالاخره میره و اگر ما به کسی نگیم که هنوز رابطه داریم از کجا میفهمم؟ یعنی ممنوعیت ها رو زیر پا بذاریم ها؟ مگه ما بچه دبیرستانی هستیم برو که با مدیر مدرسه قایم موشک بازی کنیم؟ یه مدت قایم موشک بازی میکنیم عشقم، چه اشکالی داره؟ مشتریای ما مثل ژاپنی‌ها نیستن، اعصابشو خرد میکنن. دیدی که زیادی قانونمنده. ما این وسط ضربه نخوریم عشقم. یه مدت رابطمون رو مخفی نگه داریم، چی میشه مگه؟ غرورت اینو قبول میکنه واقعا؟ مروه جون، اولین باری که تو رو دیدم غرورمو زیر پا گذاشتم. الانم نوبت توه. خوب فکر کن، عشقت بزرگتره یا غرورت؟ خب ذهنم خیلی به هم ریخته است برو، به هم فشار نیار دیگه. نم نگفت، همینشم خوبه. خب به نظر نمیرسه مشکل جدی باشه. چند روز به شونتون فشار نیارین. خانم پرستار لطفاً یه شل کننده عضله بل روکس خانم تزریق کنید. منظورتون از تزریق چیه؟ من دیروز یه قرص خیلی خوب خوردم. ممنون. ما هم زودتر بریم که بیشتر از این وقتتون رو نگیریم. پاشو دمیر جون. لروکس اون دیشب بود. این فرق میکنه. حرف دکتر رو گوش کن. گوش کردم دیگه. خیلی خوبم. به خدا توپم اصلا درد ندارم. عالیم. خوبم دکتر. اگه این آمپولو نزنین شب گریه کنم برمیگردین اینجا. از من خواهش میکنم آقای دکتر هر کاری که لازمه انجام بدین. نه بابا چرا گریه کنم؟ الان بهم کارت بزنین خونم در نمیاد. بچه‌م مگه گریه اینا چیه؟ بعدش هم من آستانه دردم بالاست. میگم که خودتون رو بی خودی زحمت نندازین. لروکس چرت و پرت نگو. یه خانم به این سن و سال از آمپول میترسه؟ من برات متاسفم. من از آمپول بترسم؟ تو دبستان برای صف واکسن همیشه منو اول میذاشتن. اول از همه به من ما واکسن همیشه ترفیع‌ها رو میآوردیم اول صف. لروکس دمیر تو رو خدا خواهش میکنم لروکس زشته. لروکس یه لحظه صبر کن دیگه. نگهبان از روی انسانیت بیا کمک حداقل. لروکس آبرون میره. یه لحظه صبر کن. تموم شد. واقعا تموم شد؟ بله. هرچه زودتر وسایل تو بردار بریم که بیشتر از این آبرون. لروکس خانم بله دور باشه. بگو نریز تو خودت. چیه؟ اون چیزی که باعث میشه خندت بگیره همونو بگو. قیافتو انقدر کج و کله کردی که جلوی خندتو بگیری تابلوه. نه اینطور نیست. خیلی بزرگش کردی. مگه چه اشکالی داره؟ یه زن بالغم میتونه از آمپول بترسه. من از بچگی از آمپول میترسم. باشه اونو قبول دارم. اما نگهبان از روی انسانیت کمک کن یعنی چی؟ فقط اون به ذهنم رسید چیکار کنم. نگهبان میومد نمیدونست به کی کمک کنه. تو یا من؟ به دکتر یا به انسانیت؟ معلومه که به من. بگذارین. یه آب نبات گرفتی شانس آوردی. بابا نخند دیگه. اینو تعارف کرد زشت بود رد میکردم نمیگرفتم. نه عزیزم نوش جونت. باز چرا نگه داشتی؟ نزدیک شرکتی. خب آره. باید داروهاتو بگیری. نزدیک شرکته. تاکسی بگیر بیا. واقعا الان لازم نیست. وقت ناهار میگیرم یا میگم برام بیارن.
جدی میگی؟ اگه از این میترسی که ما رو با هم ببینن باید بگم اونا فکر میکنن ما با هم جلسه ایم. لروکس، عجب آدمی هستی یا صبح بخیر آقا دمیر. از می خانم میشه لطفاً برام یه قهوه آماده کنید؟ بله قربان، همین راستی الان. ساعت ورود پرسنل رو یادداشت کردین؟ همه 20 دقیقه زودتر اومدن، همونطور که شما دستور دادین. خوبه. البته به غیر از لروکس خانم، اون با شما اومده بود جلسه. ولی الان کجاست؟ کار داره. چند دقیقه دیگه میاد. به همکارا بگو 5 دقیقه دیگه تو اتاق جلسه باشن. ممنون. بله قربان. وا لروکس، این چه سر و وضعیه؟ تو این گرما بدو کردی؟ خواستم دیر نکنم که بعضیا سرزنشم نکنن. در اصل خیلی حرفا دارم که بگم، ولی بگذریم. الان وقتش نیست که اینجا محل کاره. لروکس خانم، قبل از اومدن به جلسه یکم سر و وضعتون رو مرتب کنید. چشم آقا دمیر. چه خبرتونه؟ عملیات چیتا امروز شروع میکنش. وای آره، خواهش میکنم بفرستیمش بره. به خدا دیگه از درد و عذاب خسته شدم. یه روز خوب رفتار میکنه، یه روز بد، یه روز دیوونه میشه. وای بره دیگه، خواهش میکنم یه کاری بکنین این بره. باشه، اون با ما عزیزم، حلش کردیم. امروز دیریم خانمو میندازیم به جون آقا دمیر. دیریم 8 پا، دیریم کنه. خودشو میگم. ولی قبلش با تو کار داریم. این جبه رو بگیر و تو خونه ازش استفاده کن. خب زیاد استفاده. این چیه؟ عطر ادویه‌جات که دمیر ازش متنفره. علنگویی سر صدا دار تمرکزشو به هم میریزه. فیلمای هندی و آهنگای مسخره و رمانای عاشقانه پیش پا افتاده، ولی به نظرم دیوونه کننده و گوشوارای هیپنوتیزم کننده. دوبله شده در استدیو جری. منم هیپنوتیزم شدم. خب اینا رو بگیر، اسلحه‌تو به کار بگیر و مأموریت رو شروع کن. از این به بعدش با من. شاید دمیر دوست داشته باشه غذاشو گرم بخوره، اما انتقام باید سرد باشه. نه اینجا نسن. وای لروکس چی کار کردی؟ خوش میکنم یه اتاقی دادیم تو خونه بزنی دختر. بوش خیلی بده. برو بیرون، برو زودتر بیرون. خب زودتر بگین دیگه. با همون کردنم بوش نمیره. امروز دیریم خانمو میندازیم به جون آقا دمیر. دیریم 8 پا، دیریم کنه. خودشو میگه. آقا دمیر فهمید چی میخوام. این که اینقدر با هم تفاهم دارین انگار کار سرنوشته. خودمو به شما میسپارم آقا دمیر. آقا دمیر اون زنه رو بدون اینکه نگاه کنه به یه بچه گربه تبدیل کرد. زنه میو میو کنان گفت هر جور شما سلام میدونین میسپارمش به شما و بعدش رفت. یعنی بدترین مشتری هم نتونست دیوونش کنه؟ عملیات چیتا 0، دمیر ارندیل 1. شکرش خیلی زیاده. آشپزشون عوض کرده. پسر شیر برنجو ببر. آشپزم همینطور، مدیرم همینطور. چشم. زود باش. این از کجا به ذهنت رسید؟ اینجور آدما رو خوب میشناسم. برای دردسر درست میکنه در همین. بیا برو ایبو. یک کلمه هم باش حرف نزدی، اون وقت داری قضاوتش میکنی. مواظب باش.